دروغ همه میگن. بچه‌ها به محض اینکه زبونشون باز میشه اولین چیزی که میگن دروغه. به محض اینکه یاد میگیرن بگن بابا مامان یک چند کلمه حرف بزنن، بهشون میگی از این شکلاتا خوردی، درشون تکون میدن میگن نه، دهنشون پر از شکلاته. کی بهشون یاد داد دروغ بگن؟ درشونه. این دروغ ذات شیطانی در همه انسان هاست. کاری که مذهب میکنه، مذهب میخواد این ذاتو بگیره، ذاتو که نمیتونه عوض بکنه. مذهب میخواد رفتار ماها رو عوض بکنه. قانون میذاره، شریعت رو میذاره، حکم رو میذاره و به وسیله زور ما رو میخواد عوض بکنه. به عنوان مثال در اسلام به وسیله زور میخواد ما رو عوض بکنه. با زور قانون. اگر مود انقدر بیرون باشه کتکت میزنن، اگر مشروب بخوره این شلاق بهت میزنن. هزار و یک چیز که در ایران ما تجربه کردیم. ولیکن چیزی که مهمه اینه که اون قوای بیرونی، اون چی میگن، نیرویی که از بیرون هست نمیتونه درون ما رو عوض بکنه. اگر اینطور بود الان ایران، دولت‌های اسلامی، کشورهای اسلامی میشه گفت پاکترین انسان‌های روی زمین میبودن.